به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. شهریار، نویسنده نیکولو ماکیاولی و مترجم آقای داریوش آشوری هستند. این کتاب در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل هستش که انتشارات آگاه در سال 1387 در تهران این کتاب رو چاپ کرده. لطفاً با من همراه باشید که معرفی کوتاهی در مورد این کتاب داشته باشم و سپس کتاب رو با هم دیگه ورق بزنیم. کتاب شهریار مهمترین اثر نیکولو برناردو ماکیاولی متولد 1469 و وفات 1527 فیلسوف سیاسی ایتالیایی است. ماکیاولی بنیانگذار فلسفه سیاسی مدرن و شهریار مهمترین کتاب او. اندیشه‌های ماکیاولی هنوز پس از 500 سال تازه و بدیع است. با این حال در زمان خودش او را از قدرت دور نگه داشتند. شاید بزرگترین خدمتی که ماکیاولی کرد نشان دادن وجوهی از قدرت و قدرتمندان بود که هنوز هم همه حکومت‌ها آن را پنهان می‌دارند. نیکولو دی برناردو ماکیاولی، فیلسوف سیاسی، شاعر، مورخ و نمایشنویس مشهور ایتالیایی در 3 می 1469 در فلورانس ایتالیا به دنیا آمد و در 21 ژوئن 1527 درگذشت. نام او در فارسی به صورت ماکیاو نیز به کار می رود. ماکیاولی زندگی خود را صرف سیاست و میهن پرستی کرد. با این حال برخی او را به اتهام حمایت از حکومت اقتدارگرا و ستمگر همواره مورد حمله قرار دادند. علت آن نوشتن کتابی به نام شهریار است که وی برای خانواده مدیچی حاکمان فلورانس نوشته است. از زمان ماکیاولی به بعد است که مسئله قدرت سیاسی به خودی خود مطرح می شود، بیانکه ضرورت مداخله قدرت دیگری مانند قدرت دستگاه پاپ برای تایید قدرت سیاسی و پشتیبانی از آن لازم آید. با مرگ ماکیاولی یکی از چهره‌های بزرگ تفکر سیاسی جدید از میان رفت، اما از عشق وی به سیاست متخصصان جدید فن سیاست زنده می شوند. منظور او از جامعه سیاسی فضایی است که افراد در مقام شهروند و به اتفاق یکدیگر در سازماندهی آن شرکت می کنند. به عقیده او فعالیت سیاسی عبارت است از سازمان دادن به مجموعه پیکر جامعه از راه دور. دولت، فکر جدا کردن جامعه مدنی از دولت از همینجا پدید می آید. ماکیاولی با تفکر دوباره درباره سیاست هر چهارچوب نظری را که معتقد به تداوم حیات نهادهای برهم زننده نظم سیاسی هستند مورد سؤال قرار می دهد. تفکر ماکیاولی نه سازشگراست و نه انقلابی و مخاطبان وی به خصوص نه دیکتاتورها و نه شورشیان هستند. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. چندین مقدمه کوتاه از مترجم این کتاب آورده شده که در مورد ویراست‌های مختلف این کتاب هستش. ویراست‌های اول این کتاب در آبان 65 در تهران بوده، بعد در سال 1375 اردیبهشت در تهران و ویراست سوم در ژوئیه 2008 در فرانسه بوده و ویراست چهارم در سال 1302 در آوریل بوده و من مقدمه اینها رو فاکتور میگیرم و میرم سراغ اصل این کتاب. البته در ابتدای گفته های این کتاب هم یک شعر بسیار زیبا از شاهنامه فردوسی آورده شده. اگر فرصت به من اجازه بده این شعر رو در آخر برای شما میخونم.
اما کتاب رو با این مقدمه شروع می‌کنیم که ماکیاولی، زندگی و روزگارش. مردی که آوازه نام و بدنامی‌اش صدهاست بر سر زبان هاست و کمتر کتابی است در باب اندیشه و رفتار سیاسی که از نام وی تهی باشد. در می 1469 در شهر فلورانس در ایتالیا در خاندان ماکیاولی زاده شد و نام نیکولو بر وی نهادند. خاندان ماکیاولی از خاندان‌های کهن و توانگر شهر بود و مردان آن از سده 13 گهگاه مقام‌های بسیار بلندپایه داشتند. اما پدرش که حقوقدان بود ثروتی نداشت و با تنگدستی سر می‌کرد. گذارانش با اندک درآمدی از ملکی کوچک در نزدیکی شهر بود و مزدی که گهگاه از پیشش به دست می‌آورد، زیرا به سبب ورشکستگی از داشتن شغل دولتی در جامعه فلورانس محروم بود. نیکولو روزگاری نوشت که وی پیش از آنکه مزه زندگی را بچشد مزه فقر را چشیده است. به همین دلیل در کودکی از آموزشی در خور تواناییش برخوردار نشد. در روزگاری که جوانان فلورانسی به درسگاه پولیتسیانو شاعر و هومانیست استاد ادب روم و یونان می‌شتافتند تا از او دانش لاتینی و یونانی بیاموزند، ماکیاولی هرگز زبان یونانی نیاموخت. او بیشتر نزد خود با کتاب‌هایی که تنها آذین خانه فقیرانه پدرانش بودند دانش آموخت تا در مدرسه. این گونه آموزش برای وی سودمند نیز بود، زیرا او را از دانش معابی بی اندازه هومانیستی که باب بازار آن روزگار بود در امان می‌داشت. ونو ترازی اندیشه و قدرت سبک بی همتاییش را به وی بخشید. ماکیاولی تا 29 سالگی ناشناخته بود، اما در این سن به ریاست دیوان دوم جمهوری فلورانس برگماشته شد که شغلی بود بلندپایه. اگرچه نه به بلندپایگی ریاست دیوان یکم. این دیوان در اصل با امور داخلی جمهوری سر و کار داشت، اما سپس کارهای شورای اجرایی نیز به آن واگذار شد. ماکیاولی همچنین دبیر شورای فرمانروا بود و به نام آن امور خارجی و دفاعی را هم زیر نظر داشت. رئیسان دیوان همچنین برای گفتگوهای سیاسی درباره ایتالیایی‌ها و بیگانه فرستاده می‌شدند. نخستین مأموریت مهم ماکیاولی سفر به دربار فرانسه بود. در سال 1500 5 ماه زندگی در سرزمین‌های آن سوی کوههای آلپ به وی چیزها آموخت، از جمله به این مرد پرشور ملتی قدرتمند را شناسان که در سایه یک فرمانروا با سنت‌ها و نهادهای سیاسی استوار میزیست، یعنی فرانسه را. در بازگشت به فلورانس گرفتاری‌های فراوان داشت، زیرا نزدیک بود که جمهوری فلورانس به دست چزاره بورجا برباد رود، چرا که چزاره سر آن داشت تا در ایتالیای مرکزی برای خود دستگاه شهریاری بپا کند. ماکیاولی نه تنها نامه‌های دیوانی را می‌نویساند، بلکه همواره آماده پا در رکاب نهادن و رویارو شدن با خطرها و دشواری‌ها بود. در آن سالها بیشتر مرد عمل بود تا قلم. در همین دوران، یعنی در سال 1503 کتاب کوچکی نوشت به نام درباره شیوه رفتار با شهروندان سرکش والیدیکیانا و در آن برای نخستین بار این اصل نظری را پیش کشید که جهان همیشه پر از آدمیانی بوده است با شهوت‌های همسان. وی را دوبار به نزد چزاره بورژا فرستادند. در 1502 شاهد کینجویی خونین چزاره از دشمنانش در شهر سینی گالیلیا بود که گزارشی نامدار از آن با این عنوان نوشته است: در باب شیوه‌ای که امیر یا دوک والنتینیو برای کشتن ویتلوستوسو برگزید. از آن پس این شهریار نیرومند تبهکار خاطر آن مرد اهل نظر را به خود سرگرم داشت.
ایتالیای آن روزگار میان چند پادشاهی و جمهوری بخش شده و لگدکوب قدرت‌های جوان نوخاسته اروپا همچون فرانسه و اسپانیا بود. ماکیاولی که در اندیشه یافتن نجات بخشی برای میهن رنجدیده خویش بود، در شرزگی و استواری و دلیری و نیرنگ بازی چزار برجا ویژگی‌های شهریار نوخاسته ای را می‌دید که به این کار کمر تواند بست. آشکار است که سخنان وی در کتاب شهریار درباره چزار آرمانی کردن رفتار اوست، نه آنکه همه ستایش‌های وی از چنان شهریاری ستایش از چزاره باشد. هنگامی که پاپ الکساندر ششم پدر چزار برجا در 1503 درگذشت و جانشین وی پیوس سوم نیز چندان نپایید، ماکیاولی را برای مدت پنهان نشست کاردینال‌ها به روم فرستادند. وی در آنجا شاهد گزینش یولیوس دوم به پاپی بود، کسی که دشمن آشتی ناپذیر چزاره بود و نیز شاهد فرو افتادن قهرمان خود بود که از آن با زبانی نکوهش‌آمیز یاد کرده است و سپس داستان زندانی شدن چزاره که با شادی از آن یاد می‌کند، زیرا شوریده بر مسیح و سزاوار آن بود. در این میان در فلورانس پیرو سودرینی برای همه عمر به مقام فرمانداری کل برگزیده شد. ماکیاولی به زودی توانست دل وی را به دست آورد و دست راست وی شود. این نفوذ شایان در رئیس دولت وی را بر آن داشت که در پی به کار بستن اندیشه‌های نظامی خود برآید. چند سده بود که دولت‌های ایتالیایی در جنگ‌های خود سپاهیان مزدور را به کار می‌گرفتند. ماکیاولی که بی بندوباری و بی وفایی و خودپسندی بی اندازه این سپاهیان را به چشم دیده بود، با الهام از سپاهیگری روم باستان و دیده‌های خویش در فرانسه که بار دوم در آغازهای 1504 بدانجا رفته بود و رومانیا، جایی که چزار برجا در آن به جای مزدوران سربازان بومی را به کار گرفته بود، بر آن شد که برای دولت فلورانس سپاهی از مردمان بومی فراهم آورد. برای این کار میبایست بر کژ اندیشی‌های دیرینه و همچنین ترس شهریان از سلاحدار شدن روستاییان پیرامون چیره میشد. وی سرانجام توانست فرماندار کل را بر آن دارد تا قانونی برای برقراری میلیشیا بگذراند. 1505 شعر نثرگونه‌ای از این دوران از وی برجا مانده است که با فراخوانش مردم به سلحشوری پایان می‌یابد. در 1506 هنگامی که اهمیت میلیشیایی تازه پدیدار شد، شورایی 9 نفره برای نظارت بر آن برپا شد که دبیری آن با ماکیاولی بود. وی برای گذراندن قانون میلیشیا از شورای قانونگذاری گزارشی با عنوان گفتار درباره مسلح کردن دولت فلورانس نوشت و در آن با زبان روشن و دلیل‌های استوار در این باب به بحث پرداخت. قلمرو جمهوری به ناحیه‌های بخش بندی شده و ماکیاولی خود در کار سربازگیری به نظارت پرداخت. در این میان هم به کارهای نظامی پرداخت، هم دیوانی. مأموریتی نیز برای دیدار با پاپ پولیوس دوم به عهده گرفت، زیرا سپاهیان پاپ برای بازستاندن ایالت‌هایی که پیش از آن کلیسا بود، پیروزمندانه به بولونیا راه یافته بودند. در دسامبر 1507 امپراتوری مقدس روم ماکسیمیلیان یکم خود را آماده می‌کرد تا از آلمان به ایتالیا بتازد. فرماندار کل که به سفیر خود در دربار ماکسیمیلیان بدگمان بود، ماکیاولی را به سفر دیگری بدان سوی آلپ فرستاد. در این سفر از سوئیس گذشت و 3 روز در آنجا به سر برد. اما همین 3 روز بس بود تا وی نگاهی کوتاه اما باریکبینانه به آن کشور اندازد. همین کار را در مورد آلمان نیز کرد، اما گسترده تر. روزی که به فلورانس بازگشت، گزارشی درباره کشور آلمان را نوشت. در این نوشته که در میانه کارهای رسمی نوشته شد و همچنین در بازنویس ادبی آن
با عنوان سیمای کشور آلمان که 4 سال پس از آن نوشت با باریکبینی شگفت توانست دلایل پرتوانی نظامی ملت آلمان و کمتوانی سیاسی آن را برشمارد. هنگام بازگشت وی از آلمان، فلورانسیان در کار قدرت نمایی تازه‌ای بودند و می‌خواستند شهر پیزا را که از فرمان فلورانس سرپیچیده بود بازپس گیرند. این فرصتی بود برای ماکیاولی تا میلیشیایی را که آفریده بود به آزمایش گذارد. پس با شور و شوق تمام فرماندهی سپاهیان خود را در جبهه به عهده گرفت و هنگامی که شورای 10 نفره از وی خواست که در ستاد بماند، اجازه خواست که در کنار سربازانش باشد. نقش ماکیاولی و میلیشیای وی در بازستاندن پیزا کم نبود. پس از مأموریتی به مانتوا که به تاخت و تاز دیگر ماکسیمیلیان مربوط میشد، ماکیاولی در ژوئیه 1510 دوباره رهسپار فرانسه شد تا لویی 12 پادشاه فرانسه را که با فلورانس همپیمان بود بران دارد تا با پاپ پولیوس دوم صلح کند یا دست کم پای فلورانس را به جنگی نکشاند که برای جمهوری جز ویرانی به بار نمی آورد و به ایشان بفهماند که بی‌طرفی فلورانس به سود فرانسه است. اما گفته های ماکیاولی در فرانسویان که به گفته او از سیاست چیزی نمی‌دانستند در نگرفت. در این مأموریت سیمای فرانسویان را نوشت. در اکتبر 1510 بازگشت. آن زمان باور داشت که میان پادشاه فرانسه و پاپ جنگی بزرگ در خواهد گرفت و فلورانسیان ناگزیر در آن درگیر خواهند شد. آنگاه برای مسلح کردن وطنش به کوشش برخاست و پس از به جای آوردن کارهای نظامی و دیوانی خود پیوسته به سفرهای سیاسی میرفت. در پایان تابستان 1511 دیگر بار به فرانسه رفت تا لویی را بران دارد که از پشتیبانی شورای جدایی‌خواه از کلیسا که در پیزا برپا شده بود دست بردارد، زیرا این کار مایه خشم پاپ پولیوس از فلورانسیان میشد. همین که از فرانسه بازگشت به پیزا رفت و آن شورا را به سادگی برچید. اما روزگار جمهوری آزاد سر آمده و سپاهیان اتحاد مقدس پاپ برای گوشمال دادن فلورانس به راه افتاده بودند. با شکست فلورانس، سودرینی از کار برکنار شد در سال 1512 و خاندان مدیچی پس از تبعیدی چند ساله به شهر بازگشتند و باز سروران آن شدند. با بازگشت خاندان مدیچی، ماکیاولی به جرم همکاری با جمهوری از کار برکنار شد و اجازه ورود به کاخ فرمانروا را نداشت. در سال 1513 توطئه‌ای بر ضد خاندان مدیچی کشف شد و ماکیاولی به جرم شرکت در آن به زندان افتاد. شکنجه‌های سخت را تاب آورد و بیگناهی خود را اثبات کرد، اما نام وی را در فهرستی یافته بودند که از توطئه‌گران به دست آمده بود. به همین دلیل با آنکه از زندان آزاد شد در خانه زیر نظر بود. در این میان پاپ یولیوس دوم درگذشت و جوانی د میدیچی با لقب لئوی دهم جانشین او شد. ماکیاولی به همان مناسبت جشن‌های این گزینش یک سرود دینی به نام سرود جان‌های خجسته پرداخت و بیهوده کوشید تا بیاری فرانچسکو وتوتوری در دمدیچی‌ها دلشان راه یابد. وتوتوری همسفر وی در آلمان این زمان سفیر فلورانس نزد پاپ فلورانسی بود، اما نامه‌های درخشان ماکیاولی به وتوتوری در این دوست خودخواه و فرصت طلب اثر نکرد. ماکیاولی که گرفتار تنگ دستی شده بود به ملک کوچکی نزدیک فلورانس پناه برد که از پدر به ارث برده بود. وی در نامه‌ای درخشان به وتوتوری شرح زندگانی خود را در آن روستا باز می‌گوید که آمیزه‌ای است از زندگی خشن روستایی و رویاهای بزرگ. در آنجا به نوشتن روی آورد. از بهار تا پاییز 1513 دو اثر نامدار خود را نوشت. یکی شهریار و دیگری گفتارهایی درباره نخستین دهگانه تیتو سیلیویوس
ماکیاولی شهریار را به لورنتسو د میدیچی پیشکش کرد که از 1513 فرمانروای فلورانس بود، به این امید که شغلی به دست آورد و مایه گذران خانواده را فراهم کند و خود نیز به میدان کار و کوشش عملی بازگردد. اما امیدش بیهوده بود. پس از این طرحگامی گفتارها را به دو شهروند ساده پیشکش کرد. در این دوران همچنین کمدی ماندرلا گولا را نوشت در سال 1518 که در آن ضعف و فساد بشری به ویژه ضعف و فساد کشیشان را مایه خنده کرده است، اما خنده تلخ و دردناک حکایت از بینش اخلاقی نویسنده آن نسبت به وضع بشری دارد و یادآور نکته است که یکی از دوستان و سنجشگران آثارش درباره وی گفته است: بر ضعف‌های بشری از آن رو می‌خندد که از پس درمان آنها بر نمی‌آید. اما با مرگ لورنتسو و به حکومت رسیدن کاردینال جولیو د مدیچی دوباره امیدوار شد. شناساننده وی به جولیو لورنتسو استراتوسی بود که ماکیاولی برای سپاس کتاب درباره فن جنگ را به وی پیشکش کرده است در سال 1520. در این کتاب نیز مانند شهریار و گفتارها حاصل خوانش آثار نویسندگان باستان را با تجربه‌های شخصی، یعنی آنچه خود در سپاهیگری به چشم دیده، درآمیخته است. کتاب فن جنگ آن دو اثر سیاسی ماکیاولی را کامل می‌کند، ولی با شهریار و رویای بزرگ آن، یعنی یگانگی ایتالیا، پیوسته تر است تا با گفتارها. در این کتاب نیز مانند گفتارها همه جا چشم به رومیان باستان دارد و در نتیجه در فن جنگ به پیشرفت‌های تازه تکنیکی مانند کاربرد توپخانه نمی‌پردازد. حالانکه توپخانه در آن روزگار در جنگ‌ها وزنه سنگینی شده بود، با این همه می‌توان گفت که ماکیاولی از پایه‌گذاران تاکتیک‌های نوین جنگ است. در 1520 دانشگاه فلورانس با موافقت کاردینال شغل تاریخ‌گذار رسمی جمهوری را به ماکیاولی واگذار کرد. در این میان به سفارش پاپ لئوی دهم از خاندان مدیچی کتابی در باب سازمان حکومت فلورانس پس از مرگ دوک لورنتسو نوشت که در آن دلیرانه به پاپ اندرز داد که آزادی‌های دیرینه شهر را به آن بازگرداند. در همین دوره در میانه سفرها با فرانچسکو گویتیچاردینی تاریخ‌نگار و فرماندار شهر مودنا دوست شد. حاصل این دوستی نامه‌نگاری‌های نغز پرمغزی است که در ادبیات ایتالیایی ارجی بزرگ دارد. پس از مرگ پاپ لئوی دهم در دسامبر 1521 کاردینال جولیو د مدیچی تنها فرمانروای فلورانس بود. او که در پی اصلاح حکومت خویش بود، گوش به اندرزهای ماکیاولی سپرد. جولیو د مدیچی در 1523 خود به مقام پاپی رسید. ماکیاولی در این دوران با شوق بیشتری به تاریخ فلورانس پرداخت که تاریخ رسمی شهر بود. در 1525 8 کتاب از آن را به پاپ پیشکش کرد و بابت آن پاداشی گرفت و برای به پایان رساندن کار تشویق شد. تاریخ فلورانس همچون نوشته‌های پیشینش فراورده ذهنی قدرتمند و نوآور است. ماکیاولی در این کار که بریده و با ناخرسندی و آزردگی دنبال می‌شد و تا پایان زندگی او به درازا کشید، راه‌های تازه‌ای گشود و شیوه‌های تاریخ نویسی هومانیستی را رها کرد. وی که میان عشق به حقیقت و پرهیز از آزردن خداوندگاران قدرتمندش درگیر بود، بیشتر در مقام سیاستمدار تاریخ می‌نوشت تا تاریخ نویس جویای حقیقت. در نتیجه چه بسا منابعی را ناسنجیده می‌پذیرفت تا برای نظریه‌های خود سندی فراهم آورده باشد. در این کتاب نمی‌باید در پی دقت گزارش تاریخ بلکه قدرت همامیزی رویدادها و سر و سامان بخشیدن درخشان به آنها بود. در ماه‌های آغازین همان سال نمایشنامه کریتسیا را چند روز رهبران یک جشنواره‌ای نوشت که برداشتی آزاد از
نمایشنامه کاسینا اثر پلاوتوس، کمدینویس بزرگ رومی. در این نمایشنامه چه بسا به شوخی ماجرای عشق سبکسرانه خود را با یک زن خواننده به نام باربرا باز می‌گوید. در آوریل 1526 به مقام دبیری گروه 5 نفره‌ای برگزیده شد که به تازگی تشکیل شده و کار آن وارسی بار و بندی‌های شهر بود. سپس با لشکری به سپاهیان پاپ پیوست که با پادشاه امپراتوری مقدس روم کارل پنجم در جنگ بودند. در این کار بود تا آنکه شهر روم در می 1527 به دست نیروهای امپراتور افتاد و جنگ پایان یافت. مردم فلورانس که دیگر بار خاندان مدیچی را بیرون رانده و آزادی به دست آورده بودند، به ماکیاولی در بازگشت امیدوار بود شغل دیرینه خود را در دیوانخانه باز به دست آورد. روی خوش نشان ندادند. گوشه چشمی که خاندان مدیچی به او نموده بودند سبب شد که هواداران جمهوری آزاد عشقی را که وی همواره به شهر زادگاه خویش و به آزادی داشت به فراموشی سپارند. این واپسین و بزرگترین تحکامی وی بود. آنگاه بیمار شد و در بستر افتاد و در 21 ژوئن 1527 پناه برده به آغوش دین در سن 58 سالگی جان سپرد. ماکیاولی مردی بود میان بالا، با چهره‌ای استخوانی، پیشانی بلند، موی سیاه، چشمانی تیزنگر، لبانی باریک و به هم فشرده، با لبخندی رازناک. شهروندی خوب و درستکار بود و پدری مهربان. شوهری سربراه نبود، اما با همسر خویش به مهربانی زیست و از وی 5 فرزند یافت. شهر زادگاه خویش را چنان که در نامه‌ای نوشته است از جان خویش نیز دوست‌تر می‌داشت. سرسپردگی او به دولت نیز از آن جهت بود و چه بسا مرادش از دولت در نوشته‌هایش همان وطن بود. ماکیاولی از آنجا که خوش داشت مردم روزگار خویش را تکان دهد، خود را شریرتر از آنچه بود می‌نمود. این گرایش همراه با برخی نکته‌پردازی‌های گستاخانه وی را به بی‌اخلاقی نامدار کرد. اما آن نکته‌پردازی‌های نظریه پردازهای ناب بودند، به دور از هر گونه وسواس اخلاقی. وسواسی که در روزگار ماکیاولی چه بسا از هر روزگاری کمیاب‌تر بود. اما سبک جسورانه و گوهرگرانانه وی سبب می‌شد که این گونه گفته‌ها را جدا از هدفی که الهام بخش آنها بوده به آسانی از متن جدا کنند و درباره آنها هیاهو بپا کنند. بدین سان کاتولیک‌های ضد دین پیرایی بر این گزینگویی‌ها بسیار داختند. فرانسویان که در دوران پادشاهی کاترین دو مدیسی ایتالیایی زاده از دست هر چیز ایتالیایی به جان آمده بودند، برای بیان نفرت خود و به عنوان دشنام اصطلاح ماکیاولیسم را ساختند. از سوی دیگر ماکیاولی نوآور بود و گرایش بدان داشت که به گفته‌های خود صورتی گزافه‌گرا دهد. در کتاب گفتارها خطرهایی را برمی‌شمارد که در کمین او و همه کسانی است که در پی روش‌های نوین و سامان‌های نو دریاها و سرزمین‌ها نایافتند. او کفاره دهنده بود، زیرا که مردی بزرگ بود، زیرا که شوربخت بود. اگرچه بر اساس جمله‌هایی که از میان نوشته‌های وی با نگریستن به معنای ظاهری آنها از متن بیرون کشیدند، وی را مردی بی‌مهر و بدباور و طعنه‌زن بر اخلاق شمردند. ولی در نوشته‌های او کمتر صفحه‌ای است و در زندگانی وی کمتر کاری که حکایت از آن نداشته باشد که مردی بوده است پرشور و گشاده دست و آتشین دم و در باطن اهل ایمان. هیچ چیزی به اندازه این دو مصرع شعر که درباره خویش گفته او را نمی‌شناساند. می‌خندم اما نه از درون، می‌سوزم اما نه از برون. ماکیاولی اندیشه ورز و نویسنده، ذهنی سخت، نظریه پرداز داشت. بی امان در آن می‌کوشید که کردار بشری را به قالب فرمول‌ها و قاعده‌های علمی بریزد و در پس رخدادهای جزئی انگیزه‌های کلی را ببیند. در مقام یکی از پایه‌گذاران فلسفه تاریخ، چنانکه در پیش گفتارها نوشته است، به خوبی می‌دانست که راهی را که هیچ کس
هنوز در آن گام نزده است می‌گشاید و درباره کتاب‌های تاریخ بیرون از هر بهره ادبی یا سرگرم کننده از آن مزه‌ای که با خود دارند سخن گفت. نخستین کسی بود که نظریه گشت‌های دوره‌ای تاریخ را پیش کشید و با این اصل که سرشت بشری دگرگونی ناپذیر است، نخستین کسی بود که علم سیاست را بر پژوهش رفتار بشری بنیاد کرد، نه پیش‌داوری‌های اخلاقی. ماکیاولی نویسنده و اندیشه ورزی بود بزرگ و نیز شاعر، اما شاعریش بیشتر در نثرش پدیدار است تا در شعرش، نثری که در ادبیات ایتالیایی بیمانند است و نیز باید گفت که توانمندی‌های شگرف وی را در هر زمینه‌ای که در آن کوشید می‌توان دید. در تاریخ نویسی، در رساله‌های سیاسی، در داستان‌های کوتاه و به ویژه در کمدی نویسی. خب میرسیم به اول جایگاه ماکیاولی در اندیشه سیاسی که من دیگه این متن رو شروع نمی کنم و میخوام که در آخر وایس برای شما شعر کوتاهی که از فردوسی نامدار در این کتاب آورده شده براتون بخونم. امیدوارم که لذتش رو ببرید و وایس رو با این شعر تمام میکنم. یکی داستان زد برو پیلتن که هر کس که سر برکشد ز انجمن هنر باید و گوهر نامدار، خرد یار و فرهنگش آموزگار. چوی چار گوهر به جای آورد، به مردی جهان زیر پای آورد. بدو گفت گرسیوز ای شهریار، هنرمند و از خسروان یادگار. هنر بر گوهر نیز کرده گذر، سزد گر نمایی به ترکان هنر. چون این گفت با او یل اسفندیار، که تخمی که هرگز نروید مکار. تو فردا ببینی ز مردان هنر، چو من تاختن را ببندم کمر. هنرها که بنمودمان شهریار، از او داشت باید به دل یادگار. هنر جوی و با مرد دانا نشین، چو خواهی که یابی ز بخت آفرین. هنر خود دلیری است بر جایگاه، که بد دل نباشد سزاوارگاه. هنر چند به پیش سواران پدید، بدان تا نگویند کو بد گزید. نخست آفرین کرد بر دادگر، کزوی است نیرو و فر و هنر. سواری و نیزه، کمان و کمند، عنان و رکیب و چه و چون و چند. نشستنگه و مجلس و میگسار، همان باز و شاهین و یوز و شکار. ز داد و ز بیداد و تخت و کلاه، سخن گفتن و رزم و راندن سپاه. هنرها بیاموختش سر به سر، بسی رنج برداشت کآمد به بر. سیاوش چنان شد که اندر جهان، به مانند او کس نبود از مهان. چنین گفت با رستم سرفراز، که آمد به دیدار شاهم نیاز. بسی رنج بردی و دل سوختی، هنرهای شاهانم آموختی. نکته باریک آنکه همانگونه که ماکیاولی هنر و بخت را بارها با هم می‌آورد و نسبت آن دو را در کار و نهاد شهریاری می‌سنجد، فردوسی نیز هنر و بخت را همعنان و دست اندر کار یکدیگر می‌داند. چنین داد پاسخ که بخت و هنر چنانند چون جفت با یکدیگر. چنان چون تن و جان که یارند و جفت، تنومند پیدا و جان در نهفت. به کوشش بزرگی نیاید به جای، مگر بخت نیکش بود رهنمای. در این سخنان که بهرام رو به ایرانیان از شایندگی خود به پادشاهی میگوید، بسیاری از صفت‌هایی را برمی‌شمارد که ماکیاولی نیز برای شهریار کامکار ناگزیر می‌داند. سپاسم ز یزدان که دادم خرد، روانم همی از خرد برخورد. تن آسانی و داد جویم همه، شبان باشم و زیر دستان رمه. به کام دل زیر دستان زیم، برآیین یزدان پرستان زیم. منش هست و فرهنگ و رای و هنر، ندارد هنر شاه بیدادگر. که بیداد و کژی ز بیچارگی است، به بیداد گر بیابد گریست. بزرگی و فرهنگ و شاهی مراست، خردمندی و نیکخواهی مراست. هنر هم خرد هم بزرگیم هست، سواری و مردی و نیروی دست. کسی را ندارم ز مردان به مرد، به رزم و به بزم و به هر کار کرد. نهفته مرا گنج آکنده هست،
همان نامداران خسرو پرست. جهان یک سر آباد دارم به داد، همه زیر دستان بمانند شاد. امیدوارم که از این کتاب لذت برده باشید و خوشتون اومده باشه. اگر دوست داشتید میتونید برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.